نش کرده بودم رو تخت که یهو یک جرقه توی ذهنم خورد. با خودم گفتم اگه همین الان یک کانال یوتیوب از صفر بسازم، واقعا چه شکلیه این مسیر؟ چقدر طول می‌کشه تا برسم به اون درآمد دلاری که همه در موردش توی اینستا و تلگرام و سوشال مدیا ازش حرف می‌زنن؟ اما یک سوال همیشه توی ذهنم بود، سوالی که هیچ کس راجبش حرف نمی‌زد: سختی‌های این مسیر. از اینکه بیشتر کانال‌ها حتی به 100 تا سابسکرایبر هم نمی‌رسن، از چالش‌ها و شکست‌هایی که هیچ نشستم به کس در نمی‌بینه. نگاه میکنم. پشت این همه زرق و برق و رویاهایی که به ما نشون میده واقعا چیه؟ اینجا بود که تصمیم گرفتم خودم بندازم وسط گل. یه آزمایش واقعی برای لمس کردن چالش شروع از نقطه صفر. چند روزی گذشت. داشتم مثل هر روز توی یوتیوب میچرخیدم که یهو یک ویدیو عجیب توجهم رو جلب کرد. این اولین ویدیوی منه. کمک! یک چیز خیلی برام عجیب بود، اینکه یوتیوب اولین ویدیوی یک کانال رو بهم نشون داده بود. و عجیب‌تر از اون اینه که این کانال با اولین ویدیو ظرف مدت فقط 3 روز حدود 34,000 بازدید و 3,000 سابسکرایبر گرفت و فقط با همین ویدیو انیمیشن تور مانیتاز شده بود. با خودم گفتم اگر اون آره چرا من نه؟ رفتم و توی یوتیوب کلی جستجو کردم تا یاد بگیرم از این انیمیشن رو بسازم. همچین داشت خوب پیش میرفت که به یک دیوار بزرگ برخورد کردم. برای ساختن این انیمیشن نیاز به سایت کنوا دارم و مجبورم اشتراکش رو بخرم، اونم به قیمت $15. برای خودمون 1,800. الان اینقدر فردا نمیدونم چقدره. منم که جیبم گوشتان کبوتم نبود، داشتم تا قیمت ارزون تبلیغ کنم. گذشت تا با یک سایت مواجه شدم، اشتراک کنوا مفت و مجانی، انگار که بیت طلای کارخانه ویلی وونکا رو پیدا کرده باشم. بدون معطلی شروع به ساخت اولین ویدیوم کردم و نتیجه شد ویدیویی که الان داری میبینی. اولین قلمم رو توی یوتیوب برداشتم. با هر لایک و کامنت و سابسکرایب به شما باعث میشه این مسیر دیده بشه. اگر ایده برای ویدیوی بعدی داری خوشحال میشم بدونم. شاید همون ایده ویدیوی بعدی باشه. خداحافظ.